تالار سود شهر پنجکین اینجا پرونده جنایتی نسبت ساکنین دهه نوروز تپی جماعت دیهاتی خلیفه حسن نورف عبدالله جان مورد بررسی قرار گرفت. در مرافعه آشکاری سودی که اون تحت رئیسی سود شهر پنجکین مقصودی فیروزجان برگزار شد، نخست عیبدار کننده دولتی یاردمچی کلان پرکرور شهر سعیدزاده برفنیسا سخن گفت. در نتیجه گذراندن تفتیشات پیشکی با پرونده جنایتی مقرر کرده شد که شهروند جمهوری تاجیکستان نورف عبدالله جان همداوی سال تولد 3 ایولی 1992 زاده و استقامت کننده شهر پنجکین جماعت دیهاتی خلیفه حسن دهه نوروز تپه در دوره سالهای 2016-2018 هنگامی در شهر گروزنی دهه احمدیون جمهوری چچنستان فدراسیون روسیه در مهاجرت مهنتی قرار داشتنش گویا که از اعضایان فعال تشکیلات تروریستی اکستریمیستی دولت اسلامی عراق و شام که مقصد نهاییشان با راه زوراوری در تمام دنیا از جمله جمهوری تاجیکستان برپا کردن دولت اسلامی میباشد. با الیاس نام شخصی به تفتیشات نامعلوم ساکن شهر گروزنی شناسایی پیدا نموده درباره تشکیلات جنایتی مذکور پورا معلومات گرفته است. هنگامی در مهاجرت مهنتی قرار داشتن او توسط تلفن موبیلی خود تمغه سامسونگ A50 و شبکه‌های اینترنتی از جمله اینستاگرام، تلگرام، ایمو، وایبر، واتساپ، одноклассники و یوتیوب پیوست گردیده منتظم تعلیمات‌های افراط‌گرایانه اتحاد اکستریمیستی و تروریستی که مقصد نهانی‌اش با راه زوراوری در تمام دنیا از جمله جمهوری تاجیکستان برپا نمودن دولت اسلامی میباشد آموخته در خاطره تلفن موبیلیش جایگیر نموده در شبکه‌های اینترنتی صحیفه خود با نام تیمور علیف و عبدالله عبدو کشوده است که من بعد او gmail.com کشوده است که توسط تلفن موبیلی ذکر شده با استفاده از برنامه اینترنتی در بالا ذکر گردیده عکس‌ها، نوارها و ویدیورولیک‌های راهبران و اعضایان فعال تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی دیش را تماشا نموده در خاطره تلفنی موبیلی خود نگاه داشته پورا آنها را جانبداری نموده است. سنه 24 اپریل 2021 سال از جانب کارمندان شعبه گفتگوی جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین با گزارندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی نو را بازداشت گردیده از نام برده یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A50 گرفته شده و تشخیص پیشنهاد کرده شده است که با این کردارش عیبدار شونده نورف عبدالله جان همداوی جنایت ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان را صادر نموده است. چطوری که میبینیم از معلومات سعیدزاده برفنیسا معلوم گردید که عیبدار شونده نورف عبدالله جان واقعا هم در زندگی رحکم زده فعالیت انیخترش کارهای تشویق و ترغیبات را جهت دستگیری دولت اسلامی با سپارش خواجگانش راه اندازی نموده. ذره هم اندیشه نمی کند که با این رفتار نوجوان مردانش با آسیاب تشکیلات تروریستی اکستریمیستی دولت اسلامی عراق و شام که در بسیار دولت‌ها از جمله تاجیکستان چون سازمان تروریستی منع شده است آب می‌ریزد. در مرافعه رئیس کننده مقصودی فیروزجان با ادعا شونده وابسته به کردارهای ناشایسته‌اش ضد تاجیکستان عزیز سوال‌ها داده با دلیل‌ها خیلی خوب تاکید و اثبات هم ساخت که تیر چنین اشخاص که به قدر وطن نمیرسند هیچ وقت به نشان نخواهد رسید. به چهره نورف عبدالله جان نگریسته در آن تا جای پشیمانی را احساس میکنیم. او با اشک چشم، با سر خم، با قلب پرعلم شاید شر از مادر و زوجه و دیگر خویشاوندان می نماید. اگر همین در پس این پشیمانی دیر شده بود آن مقاله عذر بدتر از گناه را به خاطر می آورد. ما چند نوار تلویزیونی داریم که آنجا رفتار وحشیانه تروریستان نمایش داده شده. بار دیگر این همه دلیل با آن فکر است که چنین اشخاص وطن، مادر و ملت ندارند. چقدر مردمان بیگناه حتی زنان و کودکان از دست این قبیل ناخلف و نوجوان مردان جام شهادت چشیدن تنها خدا میداند و بس. این نوارها باید برای همه آنهایی که قدم سوی خیانت به وطن میگذارند درس عبرت باشد. از طرف دیگر فکر میکنیم که مهلت جزا که آن روز در تالار سود از طرف سودی مقصودی فیروزجان اعلان گردید مهلت خیلی موافق است برای اندیشه عامانه که خیانت به وطن بدترین گناه است و آن هیچ وقت
بخشیده نشده و بخشیده نخواهد شد. پرونده جنایتی نسبت نورو عبدالجان همدمش سنه تولد 3 ایلول 1992 ملت ازبک تحصیلاتش میونه زوده و اسپانتن شهر پنجکی جماعت دیوتی خلیفه حسن دی نوروز تپه موافقتن بکر اویلدوز بهیز خبران سود نشده شهروند جمهوری ترکمنستان با مدت 37 کیلومتر 3 قسمی 2 کودکس جنایتی جمهوری ترکمنستان ایداردون شده نسبت از چوری پیشگی در نمود هر صدمه کردشان مورد بررسی محکمه قرار داده معین کرد. با پیشگی شهر پنجکی نور عبدالجان در صورت نمود جنایتی با مدت 37 کیلومتر 3 قسمی 2 کودکس جنایتی جمهوری ترکمنستان گناه کردن شده به او موافق همین مدت جزا در نمود محرم ساختن از حدود به مدت 5 سال با ادا کردن جزا در کلان اسلامی نظامش پرزور تعیین کرده شد. یزدانقول مولانов 600 سالیف از تالار سودی شهر پنجکی